سلام بچه ها، امروز اومدم بگم که قبل از 30 سالگی باید 3 تا کار رو انجام بدید. چون خودم 30 سالم شده و یه سری کارا رو میخوام که بهتون بگم. فقط این ویدیو رو رد نکن، چون این کارهایی نیستش که مامانت بهت میگه. خب این قضیه فرق میکنه. قبل از 30 سالگی باید 3 تا کار رو انجام بدی. اگه نکنی هم خب نکردی دیگه، کاری از دست من که دیگه بر نمیاد، زورم که نمیرسه، خودت میدونی. کار اول، یاد بگیر بگی نه. خیلی راحت، چند بارم بهت گفتن، چند جا هم ویدیوهاشو دیدی. یاد بگیر بگو نه، چون تا الان هرچی گفتی باشه واسه همین الان اینجایی. ازت میخوام بری نون بگیری، بگو نه. گربه همسایه مریضه، بگو نه. زندگی تو هتل نیستش که همه کاراشون رو میخوام با تو انجام بدن یا تو واسه شون انجام بدی. کار دوم، روی خودت سرمایه گذاری کن. خیلی راحته، روی خودت سرمایه گذاری کن. نرو گوشی 80 میلیونی نگیر باش بری تیک تاک و یوتیوب و اینستا و اینا رو بچرخی. حداقل تنها کاری که میتونی بکنی روی خودت سرمایه گذاری بکنی، برو آشپزی رو یاد بگیر که مامانت رفت بیرون، آشپزخونه رو با آتیش نکشی. خواستی یه روز غذا درست کنی، خونه رو بوی سوختگی و دود ور نداره. کار سوم، تنهایی سفر نرو. نه، تنهایی سفر نرو. تنهایی سفر برو. تنهایی سفر برو آقا، تنهایی سفر برو. خودتو تست کن ببین میتونی زنده بمونی یا نه. ببین میتونی زنده بمونی، میتونی بدون مامان زندگی کنی یا نه. یه بار تنهایی سفر کردن رو تجربه کن، خیلی خوبه. شاید چند کیلومتر دورتر نتونی بری، ولی همین چند کیلومتر تو رو چند کیلومتر از زندگی جلو میندازه. شک نکن، تنهایی سفر برو حداقل یک بار. ببین چی میخوای، ببین میخوای چی کار کنی. در کل 30 فقط یه عدده، ولی اشتباهات واقعی هم و غیر قابل جبران. اگه خواستی ستای بعدی رو هم بهت بگم، لایک کن، کامنت بذار، حتما سابسکرایب کن که منو گم نکنی. دوستتون دارم، واقعا عشقید. خداحافظ.